این صدای شماست، صدای کاربرانی که با استفاده از نرم افزار رادیو باز نظرات و ایده های خود را به گوش جهانیان میرسانند. با رادیو باز صدای خود را ماندگار کنید. خب سلام علیکم، امیدوارم که روبرا باشین هر جای دنیا که هستین صدای منو میشنوین. خب همه بیشتر این روزا درگیر جام جهانی، نمیدونم کسی وقت پیدا میکنه به رادیو سر بزنه یا نه. اما این روزا خبرایی که پیرامون جام جهانی در حاشیه جام جهانی میاد از خود جام بعضی موقع سرگرم کننده تره. من یه موضوعی میخواستم مطرح کنم راجع به تیم هنرمندان ایرانی. عده از هنرمندان ایران رفتن جام جهانی، گویا یه فیلمی درست بکنن، حمایتی بکنن از تیم ملی یا هر کار دیگه‌ای دارن. منتشر شده تو اینترنت از این بر بچه‌ها مهراب قاسمخانی، محسن تنابنده، سام درخشانی که حالا اینا یه تعدادی شلوارک پاشونن و یک سری از روزنامه‌ها برداشتن نوشتن که آقا چرا شلوارک پوشیدی، شما نماینده مردم ایرانی، با پول کی رفتی و از اینجور داستان‌ها که حتما خودتون تا حدودی در جریانش هستی. واقعا من نمیفهمم اصلا این همه حسادت یا این همه دخالت تو کار بقیه چیه ماجراش. مهراب قاسمخانی خیلی جواب بامزه‌ای داده به این افراد. گفته که آقا جون، من این سفر رو اولا با پول بیت المال نیومدم، یک آژانسی اسپانسری برنامه شده ما اومدیم. بعدش هم من به هیچ عنوان نماینده ایران در برزیل نیستم، هیچ مسئولیتم به گردن خودم ندارم و از این حرفا گذشته داره به ما خوش میگذره. حالا اگر یه سری ناراحتن از این خوش گذشتن، من نمیدونم باید چیکار کنم. همون موقع که شما هم احتمالاً میرین مسافرت یا با خانواده‌تون میرین جایی، حتما بهتون خوش میگذره و منم اصلا ناراحت نمیشم از این موضوع. و جدای از این حرفا، با اجازهتون باید بگم که بنده جای گرم که میرم شلوارک میپوشم و متاسفم که این موضوع باعث ناراحتی شماست و تازه از این هم بیشتر فراتر بریم، بعضی موقع حمومم میرم که متاسفانه دیگه حتی اون شلوارک هم دیگه پام نیست و 3 نقطه. واقعا این همه حسادت و بغض برای چیه؟ یه عده آدم رفتن مثلا به هر دلیل یه جای دیگه دنیا داره بهشون خوش میگذره، ما هم حالا به گوشه دیگه دنیا هستیم و با هر شرایط و با هر امکاناتی که داریم سعی میکنیم خوشحال باشیم و تو این اتفاقی که مهم هست توی دنیا میفته سهمی داشته باشیم برای خودمون. حالا هر کسی به نوعی لذت میبره از این جریان. شاید یه عده‌ای هم باشن اصلا براشون جام جهانی مهم نباشه. اما واقعا چرا به عقاید همدیگه احترام نمیذاریم؟ چرا پوشیدن یه شلوارک توسط یک آدمی اونور دنیا داستان میشه و یه عده شروع میکنن به فحش دادن و بدی بیرو گفتن به اون آدم؟ در هر صورت من به شخص شلوارک میپوشم و به قول مهراب قاسمخانی تیم ملی فوتبال ایران که اونا هم نوع دیگه شلوارک میپوشن و تشویق میکنم و امیدوارم هر کسی که شلوارک میپوشه به آرزوهای خودش برسه. در ضمن هر کسی که اهل شلوارک و شلوار کوتاه و اینجور چیزا هست دستشو ببره بالا، باهاش بیشتر آشنا بشیم. به امید پیروزی ایران مقابل آرژانتین در بازی بعدی، به افتخار همه شلوارک پوشای دنیا.